آیا تا حالا به این فکر کردید که یک گوشی میتونه شما رو شگفت زده کنه؟ امروز میخوایم ببینیم که آیا ناتینگ فون 2 آی پلاس میتونه به این سوال جواب بده یا نه. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. ناتینگ فون 2 آی پلاس نه تنها به عنوان یک ابزار پیشرفته در ارتباطات، بلکه به عنوان یک اثر هنری دیجیتال طراحی شده است که زیبایی و کارایی را به صورت همزمان به ارمغان می‌آورد. از لحاظ سخت افزاری، ناتینگ با پردازنده قدرتمند و صفحه نمایش با کیفیت بالا عملکردی سریع و روان را برای کاربران تضمین می‌کند. این گوشی در یک جعبه مقوایی زیبا و چشم نواز عرضه می شود که تصویر گوشی بر روی آن نقش بسته است. به غیر از خود گوشی، درون جعبه یک کابل USB تایپ C به تایپ C ساده که یک طراحی الهام گرفته از خود گوشی و توان انتقال داده 5 گیگابایت بر ثانیه و یک سوزن خارج کردن سیم کارت و دفترچه راهنما وجود دارد. همانطور که مشاهده می کنید، آداپتور شارژی درون جعبه نیست و خودتان باید آن را تهیه کنید. ناتینگ فون 2 آی پلاس دارای دو رنگ متالیک خاکستری و مشکی است که با شفافیت پنل پشتی بسیار زیبا به نظر می رسد و از پلاستیک پلی‌کربنات ساخته شده. یکی از ویژگی‌های برجسته این گوشی نورپردازی LED در بخش پشتی آن است که از 3 نوار نور تشکیل شده و همگی در کنار دوربین عقب قرار دارند که علاوه بر ایجاد جلوه‌های بصری جذاب، در هنگام دریافت اعلان‌ها نیز کاربردی است. همچنین می توانید از چراغ‌ها به عنوان نشانگر شمارش معکوس برای تایمر دوربین استفاده کنید. مواردی مانند حجم و درصد باتری را نیز می توان شخصی سازی کرد. دکمه پاور در سمت راست گوشی و دکمه‌های ولوم در سمت چپ قرار دارند. دکمه‌ها به خوبی چیده شده‌اند و استفاده از آنها راحت است. ناتینگ فون 2 آی پلاس دارای حسگر اثر انگشت نوری زیر نمایشگر که هم سریع و هم قابل اعتماد است. همچنین فیس آنلاک نیز وجود دارد، اما آنقدر امن نیست. حاشیه‌های اطراف نمایشگر کمی بزرگ اما متقارن هستند که حالا هوای خوبی را منتقل می‌کند. صفحه نمایش با گوریلا گلس 5 محافظت می شود و گوشی با IP54 به پاشش قطرات آب تا حدی مقاوم است. این دستگاه 2 سیم کارت است که هر دو اسلات از اتصال 5G پشتیبانی می کنند. پورت تایپ C از نوع USB 2 برای شارژ و انتقال داده که به معنای حداکثر توان 480 مگابیت در ثانیه است. ناتینگ همچنین از وایفای 6 و بلوتوث 5.3 پشتیبانی می کند. ناتینگ فون 2 آی پلاس دارای صفحه نمایش 6.7 اینچی امولد با رزولوشن 2412 در 1084 پیکسل است. نسبت به تصویر 20:9 و نسبت صفحه نمایش به بدنه 87% و Always on Display مشخصات خوبی برای یک نمایشگر است. این پنل به 700 نیت روشنایی معمولی و 1100 نیت در حالت روشنایی بالا و در اوج روشنایی به 1300 نیت میرسد که برای استفاده در فضای باز و آفتابی کاملا راحت است. نمایشگر دارای عمق رنگ 10 بیتی و HDR10 پلاس است و 3 حالت نرخ تازه سازی 60, 90 و 120 هرتز پشتیبانی می کند. ناتینگ فون 2 آی پلاس بر روی ناتینگ OS 2.6 با اندروید 14 اجرا می شود. ناتینگ OS از نظر شخصی سازی امکانات خوبی دارد. فونت نقطه‌ای ناتینگ در محیط رابط کاربری به کار رفته است. ناتینگ از 3 سال به روزرسانی اندروید و 4 سال به روزرسانی امنیتی پشتیبانی می کند. مدیاتک دیمنسیتی 7350 پرو را به طور انحصاری برای ناتینگ توسعه داده است. این چیپست 4 نانومتری و دارای 8 هسته است که هسته اصلی کورتکس A715 با فرکانس 3 گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی مالی G610 که در این رنج قیمتی عملکرد گرافیکی عالی دارد. عملکرد کلی پردازنده بسیار شبیه به گلکسی A35 است. ناتینگ حرارت را به خوبی مدیریت می کند. حتی بعد از 20 دقیقه بازی سنگین، پشت دستگاه به طرز عجیبی کم داغ می شود که تجربه عالی را برای بازی کردن به همراه دارد. ناتینگ فون 2 آی پلاس دارای یک حافظه 256 گیگابایتی از نوع UFS 2.2 می باشد که به صورت 8 و یا 12 گیگ رم عرضه می شود. ناتینگ دارای 2 دوربین پشتی و یک سلفی است.
دوربین پشتی شامل یک لنز واید 50 مگاپیکسلی GN9 سامسونگ و یک لنز اولترا واید 50 مگاپیکسلی که دوربین اصلی به طور پیش‌فرض با کیفیت 12.5 مگاپیکسلی عکس می‌گیرد جزئیات زیادی دارد و شارپ کردن آن مانند گذشته زیاد نیست. با این حال پردازش آرامتر منجر به ایجاد مقداری نویز روی سطوح شده است، اما شدید نیست. کنتراست و محدوده دینامیکی مناسب هستند، اما می توانست بهتر باشند. همچنین دوربین اصلی این تمایل را دارد که کمی بیش از حد نوردهی کند. در کل عملکرد خوبی دارد. دوربین اصلی می تواند با وضوح کامل 50 مگاپیکسلی عکس برداری کند که جزئیات بیشتر و دقیق‌تری دارد، اما حجم فایل ها زیاد است. دوربین اصلی با افراد و چهره ها بسیار خوب عمل می کند. رنگ پوست زیبا و طبیعی به نظر می رسد. تا حدی بافت پوست نیز مشخص است. همچنین می توان با دوربین اصلی با زوم 1 برابر و 2 برابر عکس پورتره گرفت که بسیار عالی به نظر می رسد. دوربین اصلی در شرایط نور کم به خوبی عمل می کند. جزئیات زیاد و نویز بسیار کم. سایه ها به خوبی توسعه یافته و روشن می شوند. رنگ ها کاملا طبیعی و واقعی به نظر می رسند. دوربین 50 مگاپیکسلی فوق عریض نیز به دلیل ترکیب پیکسل ها عکس هایی با وضوح 12.5 مگاپیکسل ثبت می کند. این عکس ها به طور کلی خوب هستند. جزئیات و رنگ ها قابل قبول است، اما عمدتاً چشمگیر نیستند. مقداری نویز و نرمی در تصاویر به خصوص در سطوح یک نواخت وجود دارد، اما نه زیاد. همانند دوربین اصلی می توانید دوربین فوق عریض را وادار کنید تا با وضوح 50 مگاپیکسل عکس بگیرد. با این حال احتمالاً نمی خواهید این کار را انجام دهید، زیرا جزئیات واضحی اضافه نمی شود و تنها فایل های بزرگی تولید می کنید. دوربین فوق عریض در شرایط نوری ضعیف عکس‌های قابل قبولی می‌گیرد. جزئیات خوب است، اما در فریم مقدار زیادی نویز وجود دارد. دامنه دینامیکی به طرز شگفت آوری خوب است و سایه‌ها و هایلایت‌ها به خوبی توسعه یافته و روشن می‌شوند. ناتینگ فون 2 آی پلاس دارای یک دوربین سلفی جدید 50 مگاپیکسلی با وضوح بالاتر است. این دوربین از سنسور قدرتمند JN1 سامسونگ استفاده می کند، اما به طرز عجیبی هنوز فاقد فوکوس خودکار است. دوربین به طور پیش‌فرض عکس‌های 50 مگاپیکسلی می گیرد که این نیز تا حدی عجیب است، زیرا که حجم فایل ها بسیار زیاد است. از نظر کلی کیفیت سلفی خوب است. رنگ و بافت پوست عالی به نظر می رسد و جزئیات به خوبی ثبت می شوند. محدوده دینامیکی و کنتراست نیز بسیار مناسب است. دوربین سلفی جدید به طور عجیبی در شرایط نوری کم بد عمل می کند، اما رنگ ها خوب به نظر می رسند و جزئیات خوبی نیز ثبت می شود. ناتینگ فون 2 آی پلاس می تواند با هر سه دوربین های خود با کیفیت 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه فیلم برداری کند. ناتینگ دارای باتری 5000 میلی آمپر ساعت است که با تقریباً 17 ساعت شارژ دهی عملکرد بسیار خوبی دارد. ناتینگ 2 آی پلاس با سرعت شارژ 50 وات می تواند در 15 دقیقه از 0 به 30% و در عرض 30 دقیقه به 60% شارژ برسد و شارژ کامل را در حدود 1 ساعت کامل کند. در این رنج قیمتی آنچنان عملکرد خوبی ندارد، اما بد هم نیست. ناتینگ فون 2 آی پلاس دارای یک سیستم بلندگوی استریو است که یک بلندگو در پایین گوشی قرار دارد و بلندگوی مکالمه در بالای گوشی به عنوان بلندگوی دوم عمل می کند که باعث ایجاد عدم تعادل در خروجی صدا می شود. در کل کیفیت صدا بسیار مناسب است. با قیمت $399 ناتینگ فون 2 آی پلاس طراحی متمایز، صفحه نمایش بزرگ و روشن و شارژ سریع سیمی را ارائه می دهد. همچنین به لطف ترکیب پردازنده مدیاتک 7350 و 12 گیگابایت رم عملکرد بسیار خوبی دارد.